خب ببینید تو گذشته‌های دور یه جوون بوده که مردم اونو بدقدم و بدشانس میدونستن و از قضا یه روز عاشق یه دختر میشه که دختره هم دوستش داشته، ولی به خاطر بدنام بودن پسر خانواده‌اش مخالفت میکنن و دختره مجبور میشه که با یه مرد دیگه ازدواج کنه و روز عروسی پسر تاب نمیاره و از شهر میزنه بیرون و داخل بیابون یه دسته گل میشینه و یه رودخونه میبینه، اون دسته گل رو پرت میکنه داخل رودخونه و از قضا اون رودخونه از محل برگزاری عروسی رد میشده که چند تا بچه داشتن بازی میکردن که یه دختر بچه که فامیل عروس بوده دسته گل رو میبینه و میپره تو آب که دسته گل برداره غرق میشه و اون عروسی تبدیل به عزا میشه و زمانی که پسر برمیگرده داخل شهر خبر نداشته و از صحبت‌های مردم متوجه میشه که این اتفاق افتاده و تصمیم میگیره که به مردم بگه که اون باعثش شده و زمانی که میگه مردم میگن که پس این دسته گل هم تو به آب دادی و این ضرب المثل اونجا شکل میگیره و پیامدش اینه که اعمال افراد میتونه باعث حوادث بشه. اگه میخواید توی کامنت دنبال توضیحات نگردی منو فالو کن.